در شبکه‌های اجتماعی نوارای پنگ گردیدند که راننده автомاشین اوپل استرا پرچپ تراکتور را به عقب نقلیات خود وصل کرده واسطه نقلیات را می‌راند. این حالت باعث بحث استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی گردیده از مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی درخواست کرده شده است که نسبت به راننده در نوار انعکاس گردیده چاراندیشی کرده شود. در حال جانب رهبریت ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی این حالت پیگیری کرده شده راننده مذکور معین و به شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در نویه واسه دسترس کرده شد. معین گردید که این راننده پهلوانوف امیرجان استقامت کننده جماعت دیوت رجب نویه واسه بوده 3 اکتبر سال روان میخواست از زمینهای خوجگیش به واسطه نقلیات سبکرو و یدکه تراکتور پخته های خوجگیش را به کارخانه پخته تازه کنی انتقال دید و این حالت به نوار گرفته شده در شبکه‌های اجتماعی روی یافته است. اوید به این حالت نسبت راننده طبق طلبات ماده 322 کدش حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان یعنی رعایت نکردن قاعده‌های بارکشانی پروتکل ترتیب داده شده. همزمان راننده مذکور آگاهانیده شد که من بعد به چنین قاعده شکنی راه ندهد.